در گلبودین و د احمد شاه مسعود تفاوت څه ده؟ تفاوت یې همدغسې ګلبودین یو نیم سل کتابونه لیکلي ولې دغه وزې دغه بزې غیر د قتل نه، غیر د چپاول نه، غیر د چور نه، غیر د بچه‌بازۍ نه، غیر د مردگاوی نه او جاسوسی نه بل کار نه دی کړی. یک دانه دستاورد تاجک اگر بر افغانستان کس نشان داد، ما جای در جای روی مسیح میکنم، مرا سر خر بسازین بشانین که تخم مرغ در روی بزنین. سل کالو که تاسو ټول پښتنو ته وایم د تاجکانو یو دانه لاسته راوړنه ماته وشه، چیرته مکتب جوړ کړی راته وشه، چیرته پل جوړ کړی تاجک راته وشه، چیرته فاکولته جوړ کړی تاجک راته وشه، چیرته کوم بل خدمت کړی وي ماته راوشه، ورته دغه کار عزیز جان تاجکانو کړی، دا زمونږ ورور ده. برعکس 2000 رقمه خیانتونه، 2000 رقمه رذالتونه، 2000 رقمه بېعزتیانو د انسانانو کړي. او تاریخ ته برای من نشان میدی یا نه؟ در 200 سال دستاورد بزرگای تا برای من میگی یا نه؟ حبیبی چرک چی کد مرا یک دستاوردشه؟ برهان الدین ربانی چی کد مرا یک دستاوردشه؟ بیار. کدام تشناب ساختی، کدام مسجد ساختی، کدام مکتب ساختی، کدام سرک ساختی، کدام پل ساختی، کدام فابریکه ساختی، او بی عزت انسان. عکس شبان بگو عزیز اینی را ما ساختیم. عکس شب بگذار بگو اینی را ما ساختیم. 40 ساعت میشه که اطفال در ننگرهار کشته شدن، زنان در ننگرهار کشته شدن. یک دانه پست مشر قومی تا نشان داده نمیتونی که تقبیه کرده باشه. یک دانه سیاسون تا نشان داده نمیتونی که تقبیه کرده باشه. یک دانه ورزشکار تا نشان داده نمیتونی که دمی حداقل دمی اینستاگرام خود نوشته کرده باشه که اینمی کار بسیار بد شده که اطفال در ننگرهار کشته شده. برعکس جشن میگیرین، برعکس خوشی میکنین. باز شما خدا انسان میگین؟ شما خدا مسلمان میگین؟ شما خدا آدمیزاد میگین؟ شما خدا بچه آدم میگین؟ با کشته شدن یک طفل خوشحال میشه؟ کیست؟